ابتدا حضار محترم خانم‌ها و آقایان باید عذر بخواهم. دو عذر. عذر اول این که من در مقامی ایستادم که باید از علی سخن بگویم و این نهایت شرمندگی و عجز. عذر دوم این که من یک سخنران نیستم، خطیب نیستم، یک معلم ساده هستم و خواه ناخواه لحنم لحن یک معلمی در یک کلاس با چنین مجلس پرشکوهی نداشت. اما من فکر میکنم گرچه مثال این اصلی که میخوام عرض کنم خودم نیستم، اما فکر میکنم که ما بیش از هر چیز به تعلیم نیازمندیم و حتی پیش از تبلیغ به تعلیم، به معرفت، آشنایی علمی نیازمندیم، نه آشنایی علمی علوم بلکه آشنایی علمی ایمانمان. اون که ما نداریم ایمان نیست و ضعف ایمان نیست. اون که نداریم عدم معرفت درست و منطقی علمی مسائلی است که بهش ایمان داریم. یکی از این مسائل که بزرگترین مسئله است که در جامعه ما و تاریخ ما مطرح است تشیع است، اسلام است که ما بهش معتقدیم و بسیاری از ما به شدت بهش معتقدند اما نمیشناسیم. به ایمانی، به مذهبی معتقدیم که آشنایی درست و منطقی ازش نداریم و اگر داریم بسیار کم، و به مردی معتقدیم به عنوان یک مرد بزرگ، به عنوان یک امام، به عنوان یک ابرمرد و به عنوان کسی که همه احساسهای ما و همه تقدیس‌ها و تجلیل‌های ما را به خود وقف کرده و همیشه در طول تاریخ ایران بعد از اسلام ملت ما افتخار ستایش علی را داشته. اما متاسفانه اون چنان که باید و اون چنان که از چنین ملتی که اصولا ملت علی در تاریخ شایسته هست علی را نمیشناسیم. زیرا ما بیشتر به ستایش علی پرداختیم نه به آشنایی علی، و از این نظر است که بیشتر باید از این سطح به لحنی گوش بدهیم که علی را به عنوان یک انسان بزرگ یا یک رهبر، یک امام، یک سرمشق میشناساند چنان که درس میدهد و ما ستایش علی، تجلیل علی، تقدیس علی به اندازه لازم شاید شده باشه در تاریخ ما. ما میتونیم دیوانهای بزرگ ترتیب بدیم از اشعاری که در ستایش علی گفته شده و حتی کتابخانه ها از مطالبی که در کرامت و فضیلت علی و در تجلیل از مقام حضرت علی و در عظمت او در پیشگاه خدا در دنیای دیگر و در این جهان. اما متاسفانه من به عنوان یک معلم در این زمان و در این مملکت که کشور علی و ملت علی
وقتی دانشجوی من از من میپرسه برای شناختن علی چه کتابی را بخوانم، برای اینکه سخنان علی را، نظریات علی را، افکار و اعمال او را خوب بفهمم و بخوانم و بشناسم چه متنی را به من معرفی میکنید؟ من متاسفانه جواب درستی ندارم. این یک جلوی است که من نه به نمایندگی معلمین بلکه به نمایندگی مردم از دانشمندان خودمون میکنم که در این مدتهای فراوان و در این قرنهایی که این مردم با خونشون، با زندگیشون، با ایمانشون و با همه حیاتشون به خاطر علی و برای علی و در راه علی مبارزه کردند، فعالیت کردند، کوشش کردند و فرهنگشون را و مذهبشون را و گذشتهشون را و همه چیز وقت علی کردند، ملت مردم ما کوتاهی نکردند، اما دانشمندان ما کوتاهی کردند که وظیفه اونها معرفی علی بوده. باید هر کسی از یک ایرانی نیمه دانشمند، نیمه کتابخوان، نیمه تحصیل کرده و متوسط بپرسه که علی چیست، باید او بهتر از هر کسی دیگر بتواند علی را بشناساند و معرفی کند. و اگر محققی در دنیا خواسته باشه به کتابخانه‌ای برود، به یک مملکتی، به جامعه‌ای برود که علی را بشناسد، اون جامعه ایران باید باشه، جامعه ما باید باشه، کتابخانه‌های ما باید باشه و آثار دانشمندان ما باید باشه، ولی متاسفانه نیست. ما همواره ملت ما چنان که باید به ستایش علی و اولاد علی و عظمت او پرداخته، اما این دله را به عنوان یک فرد عضو این جامعه از دانشمندان و فضلا و علمای خودمون باید بکنیم که چرا خوب به ما نشناسیدیم. من به عنوان یک معلم اگر دانشجو از من بپرسه راجع به بتهوون، یک موسیقیدان آلمانی که در خود اروپا همه اثر او و سبک موزیک او را نمیپسندند، درباره بتهوون میخواهم مطالعه کنم، درباره کسی که در ایران هیچ زمینه نداره، لزومی نداره آشنای او، اصلا کسی نمیشناسش، اثرش کسی نمیخوانه، نمیفهمه، احساس نمیکنه، نمیپسنده، نمیشناسه. اما درباره بتهوون یک موسیقیدان آلمانی در یک قرن پیش به فارسی 3 کتاب مستقل بسیار عمیق، درست، زیبا و محققانه وجود داره و بیش از 100 مقاله و 100 گفتار کنفرانس علمی دقیق، درست و محققانه و زیبا و خوندنی درباره این موسیقیدان به فارسی که جامعه ما وجود داره. اما درباره علی یک کتاب که بتواند ادعا کند که این مرد را لااقل برای دانشجویان و دانش آموزان و طبقه کتابخوان عمومی معمولی شناسنده ام نیست. همش ستایش هست، تعریف هست، شعر هست، اما معلوم نیست که کیست این همه او را می‌ستاییم. این چه میگوید؟ این مردی که ایمان یک ملتی را در این قرن‌های سخت دشوار به خودش دست کرده، این ملتی که این همه کشتار داده، نسل‌های فراوان محبت علی را به قیمت شکنجه‌ها و زندان‌های خلافت‌ها، بنی عباس و بنی امیه و یارانشون و اعوانشون، چراغ محبت علی را نسل به نسل نگهداری کردن به قیمت خون خودشون و به قیمت شکنجه‌های مداوم قرن‌های پیاپی و به دست ما سپردن. و مردی که این همه تذلیل میشه و این همه دلها براش میتپه، این همه عشقها نثارش میشه، این کی؟ نمیدونم. این درد قبل از هر چیز، قبل از هر شعر، هر ستایش، هر تذلیل برای علی و حتی قبل از محبت علی معرفت علی است که نیاز زمان ما و جامعه ما. محبت بی معرفت بی ارزشه.
اینجور معرفت ها، اینجور محبت ها در بین همه ملت ها نسبت به معبودشون، نسبت به پیغمبرشون، نسبت به قهرمانانشون، مقدساتشون هست و هیچ ارزشی نداره. معرفت است که با ارزشه. علی اگر یک رهبره، یک امامه، یک نجات بخشه، مکتب او اگر روح یک جامعه هست، اگر راه یک جامعه هست، اگر نشان دهنده مقصد و حیات و تمدن در یک ملتی هست، آشنایی مکتب او و آشنایی شخصیت او، نه محبت تنها نسبت به کسی که نمیشناسیم، چه ثمری میتواند داشت؟ اگر ثمری میداشت محبت تنها بدون آشنایی، ما باید به نتایج بزرگ میرسیدیم. زیرا امکان ندارد جامعه ملتی علی را بشناسد، مذهب علی را بفهمد و بداند و از پسترین و محرومترین و شکنجه آمیزترین و سختی‌های بسیار زمان و محرومیت‌های فراوانی که جامعه‌های عقب مانده دارند رنج ببرید. اگر می‌بینیم پیرو علی، کسی که برای علی اشک می‌ریزه و کسی که در قلبش موج میزنه محبت علی، می‌بینیم سرنوشت جامعه‌اش سرنوشت خوبی نیست، دردناکه. معلومه که علی رو نمی‌شناسه، معلومه که تشیع را نمی‌شناسه، گرچه شیعه است، گرچه علی شناس که نه علی پرسته، ولی مفید نیست. زیرا علی را که نمی‌شناسیم، خواهش می‌کنم به این جمله دقت بفرمایید، علی را که ما نمی‌شناسیم، محبتش مساوی است با محبت همه ملت‌های دیگه نسبت به هر کسی دیگه. علی که معلوم نیست کیست، که می‌خواهد چگونه کسی، تشیعی که معلوم نیست اصول چیست، هدفش چیست، خصوصیاتش چیست، راهش چیست. این تشیع و این مرد، این علی، این امام در جامعه‌ای که مورد ستایش واقع می‌شوند اما شناخته نشدند، این علی و این مذهب مساوی است از نظر تأثیرش روی بشر، تأثیرش روی جامعه و زندگی با هر مذهب دیگه و هر مرد دیگه.